خب دوستان عزیز، در تک ساعت دوم ریاضی نهم قرار داریم. در واقع میخوایم در این قسمت ما بیایم ادامه بحث پاور رو و اون تدریسی رو که برای شما دوستان عزیز داشتیم برای شما عزیزان فراهم کنیم. در ادامه ما میخوایم به بخشی بپردازیم که پاسخش رو خدمت شما دوستان بگیم. عضو بودن یک مجموعه. از کجا معلوم؟ مگه ما نگفتیم یک مجموعه عضواشو میشه مشخص کرد؟ یعنی اینکه میشه گفتش که عضوهای یک مجموعه اون تعداد عددهایی هستن که داخل اون مجموعه نوشته میشه. حالا تکراری باشه خط می‌زنیم، ولی خب هر چی که تو اون دل اون مجموعه هست خب اون میشه عضوش. حالا عضو بودن یک مجموعه رو شما برای اینکه بگید یه مجموعه عضو هست یه چیزی توش یا عضو نیست، خب دقت بفرمایید دوستان، عضو هست و عضو نیست. بعضی چیزا خب تو یک مجموعه عضو هست، بعضی چیزا توش عضو نیست دیگه. شما که میتونید توی دلورده شکمش رو ببینید که چه چیزایی توش هست یا چه چیزایی توش نیست. عضو هست رو با این نماد نشون میدم. یه نماد ای چشم پزشکی هست، یه چشمتون میگه سمت راسته، که حالا الان دوستان میتونن حتی تست کنن چشماشون رو ببینن که الان در چه شکلی. و در ادامه مثلا عضو نیست هم به شکل یه خطی که روی اون اعمال میادش، یعنی دقیقاً عضو هست به شکل یک ای به سمت راسته، حالا اونم به صورت یک ای هستش که به سمت راست ولی یه خط هم روش هست. خب ما مثلا یک مجموعه داریم به اسم D که توی عضواش عددهایی داره به اسم 4 منفی 6 منفی 8 8. چیز تکراری که نداره، هیچ چی تکراری نیست که من خط بزنم. حالا که تکراری نیست میتونیم بگیم تعداد عضواش چند تاست؟ در واقع میشه گفتش که یه عضوش 4، یکیش منفی 6، یکیش منفی 8 و دیگری مثبت 8. پس به نظر میرسه که اگه من بخوام یه روزی n هم به دست بیارم، n مساوی میشه با چند میشه؟ 4 میشه. خب این به همین سادگی. الان اگه nش مساوی میشه با 4 میشه تشخیص داد که یکی از عضواش هم که حالا میخوام عضوای توش رو بنویسم، یکی از عضواش چیه آقا؟ 4. این عضو 4 بعد بگیم که عضو D هست. یعنی ما الان اینجوری مشخص میکنیم که 4 عضو D. بعدی منفی 8. منفی 8 هم عضو D. یعنی من دارم عضواشو می‌نویسم دیگه، علامت نماد عضوم اینه. بعدی 3 توشون هست؟ نیست. اگه نیست بعد این نماد این دفعه بذاریم. برای اولین بار این دفعه دیگه نماد عضو نیست رو براش در نظر میگیریم که نماد. پس ما اگه از شما این وسطی رو جا خالی دادن، این قسمت کرم رنگ رو می‌بینید دوستان، اینو گفتن جا خالی دادن، شما باید توش بذارید که عضو هست یا عضو نیست. خب شما خیلی راحت نگاه می‌کنید آیا واقعا اگه توش هست این نماد رو استفاده می‌کنید، اگه نبود این نماد رو استفاده می‌کنید. حالا من دیدم که 3 توش نیست، گفتم عضو نیست دیگه، یا اگه بودم که میگفتیم عضو هست. در واقع این سوال به این شکل الان حل شد. دیدین که خیلی راحته و خیلی سریع میتونیم بگیم که چه چیزایی توش عضو هست یا نیست. من در ادامه میخوام که یک مثالی رو همینجوری بنویسم توش و ببینیم که اون مثاله به چه شکلی هست. مثلا ببینید دوستان، ما میخوام یک مثالی رو اینجا خودمون طراحی کنیم و همینجا حلش کنیم با قلمی که من اینجا در اختیار دارم. مجموعه B. ببینید من میخوام مثلا اینجا مثال امتحانیشو بهتون بگم. مثلا میگه عدد 5 جای خالی D، عدد 8 جای خالی D، عدد منفی 3 اونم جای خالی D. خب من میدونی که توی جای خالی باید چی بنویسم؟ در واقع نوشتن من توی جای خالی به این شکله که عضو هست و عضو نیست. خب 5 توشون هست تو این دیه، 5 توشون هست نیست. اگه نیست بایستی نماد عضو نیست رو بذاریم اینجوری. تمام شد. 8 توشون هست، نگاه میکنیم 8 هم اینجا توش هست. مثلا اگه هست بعد نماد عضو هست رو بذاریم. یعنی همون علامت ای چشم بزنید. دوستان من دستخطم اینطوری نیست، دارم با موس می‌نویسم. فکر نمی‌کنم کسی بتونه با موس انقدر خوشخط بنویسه. خب پس یه وقت نگین که این چرا اینطوری نمیشه. الان منفی 3 رو نگاه کن، منفی 3 توشون هست، منفی 3 می‌بینیم توش نیست. وقتی نیست خب نماد عضو نیست رو می‌ذاریم دیگه. پس کلا عضو هست و عضو نیست به این شکلی بود که من برای شما دوستان عزیز تدریس کردم. بریم در سراغ اسلاید بعد. نمودار when
از قصد ا رو زیرش گذاشتم یه موقع ون نخونید، اون تاکسی اون حتما چیزیه که توش 10 نفر آدم سوار می‌کنه. اما شما نمودار ون، حالا نمودار ون داستانش به این شکله که یه شکل نمودار دایره‌ایه که توش هر چی که می‌نویسم مشخص میشه. مثلا این یه نمودار ونه، مجموعه A رو مشخص کرده 1 2 3 4. چند تا عضو داره این مجموعه؟ 4. یعنی این مجموعه 4 تا عضو داره و عضوهاش هم مشخصه. بس میشه گفتش که مجموعه A رو حتی میشه به صورت دستی هم نوشت. مجموعه هست 1 2 3 4. اینو که قبلا این شکلی میدیدین حالا میشه به شکل دایره‌ای هم کشیدش. یعنی الان میشه به صورت دایره‌ای هم عضوهاشو مشخص کنه. nش چند تاست؟ چرا 4 تاست؟ به خاطر اینکه 4 تا عضو داره دیگه. درسته؟ خب nش هم 4 تاست. 1 2 3 4. الان میخوام بگم عضواش کیاست. یکی از عضواش چنده؟ 1 که میگیم یک عضو مجموعه A هست. اسمش رو باید بذاریم A دیگه قبلی D بود، این دیگه D نیست. بعدی میگیم که 2 عضو کیه؟ A هست. بعدی میگیم 3 عضو A هستش. یکی دیگه هم داره 4 عضو A هستش. یعنی الان من تمامی عضواشو بهتون گفتم که چی میشه. تمامی عضواش مشخص شد. حالا ما الان یک مجموعه نمودار ون ساختیم، عضواشو مشخص کردیم، به این شکل هم نوشتیمش و بعد عضواشو اینجا به شکل نماد عضو هست نوشتیم. دیگه نیاز نیست بگیم که کی عضو نیست. همون که بگیم که کیاش توش عضو هست کفایت میکنه، یعنی همونقدر کافیه. حالا میخوام همین مثال رو به قالب یک هومورک تبدیل کنم و شما همزمان با من لطفا یادداشت بکنید که این مثال رو هومورک این قسمت شما خواهد بود. بچه‌ها یک مثال اگه یادتون باشه هومورکامون رو به شکل ستاره می‌زدیم. حالا دیگه اینجاشون دیگه دفترتون شده، نیاز به تایید دفتر بنویسید. مثال همزمان با هم بنویسید که عقب نیافتین. اینو به عنوان هومورک توی دفترتون یادداشت کنید که عکسش رو با جوابش بنویسید. عضوهای بله سوالشه. عضوهای نمودار ون زیر را بنویسید. خب عضوهای نمودار ون زیر بنویسید. مثلا من یه نمودار ون اینجا براتون میکشم. نمودار ون من هستش مثلا نمودار B. خب مثلا یکیش هست 4، یه عضو دیگهش هست 2، یه عضوش هست 0، یه عضو هست 5 و یه عضو هم هستش -9. ما میخوایم از شما که هم عضوهای اینو بنویسین و همین که شما چه کار کنید اونو به شکل مجموعه هم بنویسید. دقیقاً مثل سوالی که الان در چند دقیقه پیش حل شد. عین همون دوباره حلش کنید و به عنوان هومورک برای ما بفرستید. یعنی بگین که مثلا چه عضوی توش هست. مثلا بگین 4 عضو B هست. مثلا بگین دیگه فلان عدد مثلا عضو B هست. یادتون باشه که اسمش B. فقط شبیه سوال قبلی دیگه. عین همون سوال قبلی که براتون حل کردم. عین همون میتونید شما عضواشو برای ما بنویسید. 0 و -9. خب مثال اینجا داریم. یه مجموعه A داریم که فکر کنم مثال فعالیت صفحه 3 کتابتونه. میتونید از توی کتاب اینو نگاه کنید و حل کنید. توی کتاب حتی یه فعالیت صفحه 3 هست که اینکه توی این فعالیت دو تا مجموعه A و B رسم کرده. مجموعه A رو ببینید دوستان. مجموعه A این مجموعه A یه تیکایش مشترکه با مجموعه B. یعنی عضواشون با هم مشترکه. هر چی که تو اینه تو اونم هست. مجموعه A چه عضوایی داره؟ B و A کوچیک و C و K و S و F. مجموعه B چه عضوایی داره؟ اونم برای خودش M و F و S و K و N. یعنی هر چی که دور اون دایره‌اش هست تو اون محتویات هست میتونه جواب باشه. خب شما چیکار می‌کنید؟ مجموعه A رو می‌نویسین. مجموعه A رو اگه بخوام بنویسیم عضوای توش رو می‌خوام دیگه. چیا بود توش؟ A B C S F K. A B C S F K. پس اینو من نوشتم. یعنی شما الان بخواید عضواشو مشخص کنین مثل من باید همین چیزی که من نوشتم شما هم بنویسید.
بس مجموعه A این محتویات توش میشه. میرسیم نوبت به مجموعه B. مجموعه B هم محتویات توش میشه. البته یه تیکایش هم مشترکه دیگه. میشه M و N و S و F و K. یعنی همون چیزایی که من این توش نوشته بود در قالب یک مجموعه نوشتم براتون. پس حتما اینو نگاه کنید و به همین شکلی که من نوشتم شما هم یادداشت کنید. حالا مثلا میتونید بگید که چی عضو چی هست. مثلا A کوچیک میتونید بگید که مثلا اینجوری براش بنویسین که A کوچیک عضو A عضو هستش. مثلا برای F میتونید بیاد بگید که F عضو مثال دارم میگم عضو A هست. اینجا حتی F تو این هم هست، یعنی حتی برای این هم میتونید بیان بگین که F عضو B هستش. به همش دیگه نیاز نیست بگین چی عضو نیست، همونایی که بگین عضو هست کفایت میکنن. بنویسین دوستان همزمان با من این دوتا مجموعه رو که من براتون مشخص کردم. حتی اینجا هایلایت هم میتونید بکنیش. اینو هایلایتش کنیم تا شما دوستان اینو یادداشت کنید. دیدین که چقدر راحته، حتی از رو شکل میتونید نگاه کنین عضواشو توش بنویسید و بعد بگین که چیا توش عضو هست چیا توش عضو نیست. نوشتین دیگه، الان همتون نوشتین. خب تعداد عضوهاش هم که مشخصه، انش هم که مشخصه. الان دیگه کم کم شما مجموعه رو شناختید. مجموعه به چیزی میگن که آکولات داشته باشه و عضوهاش هم مشخص باشه. اینجا مشخصه دیگه. هر کسی دیگه این در باز کنه بیاد تو بپرسیم ازش عضو اینو بگو یا مجموعه‌شو بگو، همینو میگه. یعنی در واقع هیچ فرقی با این نباید داشته باشه. به خاطر همین یه مجموعه هست. خب بریم سراغ فعالیت 3 در این مسیر زیبا. فعالیت سوم شما صفحه 3 در سوال شماره دومش گفته که دو مجموعه داریم. یکی هست A که این مجموعه A چیا هست؟ 1 2 3 4 5 6 تا عضو هم داره. مجموعه B ببینیم چیا هست. B از 5 6 7 8. بچه‌ها یه سری چیزاش با هم مشترکه اگه دقت کرده باشین. عضو تکراری هم دارن. کیا مشترکه؟ 5 و 6. بله. یعنی 5 و 6 تو هر دوتا هست. اون دوتا دیگه فرق می‌کنه. گفتن دو نمودار رو با یک نمودار ون نشون بدید. نمودار ون یادتون چی بود؟ همون دایره‌ایه. چون دوتا هست میتونید دوتا رو تو هم دیگه هم بکشینش. خب و بعد اینکه کدومی که از اون عددها در منحنی بسته مربوط به A و هم در منحنی B. وقتی میگه هم تو اون و هم تو اینا، یعنی منظورش اینه که اشتراکش کجاست. یعنی مشترکاشو شما مشخص کنید. میبینید دیگه سوال کتابتون رو مشترکاشو ازتون خواستم. خب ما میریم شکل میکشیم. یه دونه A و B میکشیم تو هم رفته برای این شکل که بخوایم عددا رو دیگه بریزیم توش. اولین کاری که شما میکنید بعد از اینکه A و B رو کشیدین برای این سوال، A و B رو بکشین برای این سوال. خب جا کمه توش. میتونید توی دفترتون دوستان اگه جا کم بود یا یه گوشه از کتاب یا اون بالا خلاصه یه جایی بنویسین جواب سوال 2 فعالیت صفحه 3. همونطور که من آدرس دادم شما میتونید به همین شکل آدرس بدید. از اون باید فعالیت پایین صفحه یادداشت کنید دیگه. سعی کنید که فعالیت پایین صفحه مثلا 2 تا باشه. این دیگه باگ کتابه دیگه. از اون باگا که توی فیفا میزنن که مثلا از وسط زمین گل میشه، این هم که از اون باگایی که تو کتاب 2 تا فعالیت توی یک صفحه است. خب دوستان شما مجموعه A و B رو میکشین، یعنی 2 تا نمودار ون براش میکشید به این شکلی که اینجا ملاحظه میکنین. حالا فقط کافیه که اول مشترک‌ها رو بریزین توش. یعنی الان 5 و 6 مشترک بود. من بخوام این کارو بکنم ابتدا باید عضوهای مشترک رو پیدا کرد و در وسط که مشترکن اینجا بنویسیمش. خب بریم با هم مقدارش رو بنویسیم داخل اینها. اشکال نداره، مشکل نداره. با هر رنگی خواستین دوستان بنویسیم فعلا توی این درس. خب بریم الان ببینیم که اصلا عضو مشترکش چیه. خب میدونید که 5 و 6 دیگه. یعنی یکی 5 و 6 اونجاست، یکی هم 5 و 6 اینجا. ما اول 5 و 6 رو این وسط یادداشت می‌کنیم. 5 6 به همین راحتی. یعنی الان شما فهمیدین که اون تو باید بنویسیم 5 و 6. چرا 5 و 6؟ به خاطر اینکه مشترکه با هم. حالا کافیه که چون کتاب جا نذاشته دیگه، خود کتاب جا نذاشته. بعضی از سوالا که جا نیست توی دفتر بنویسید بگید آدرس صفحه سوال فلان. بهتون گفتیم دیگه قبلا، مثلا بنویسید آدرس فعالیت پایین صفحه و این داستان.
خب این 56. بقیه عضوای بی رو می‌نویسم. بی به جز 56 دیگه چه عددهایی داشت؟ 7 و 8 هم داشت دیگه. پس این تمام شد. این شد بی. برای A من فعلا 56 رو نوشتم، بقیه‌اش رو پشتش می‌نویسم. برای A دیگه چه عضوایی داشت؟ 1 2 3 4 نوشتین شما؟ بله. 1 2 3 4. یعنی همه عضواشو الان ما دیگه نوشتیم. یعنی این A شد، اونم B شدش. پس ملاحظه کردید که تمامی عضوها مشخص شدش. و فقط ما با یک نمودار اینو تونستیم مشخصش کنیم و بنویسیمش. بریم در ادامه. همون فعالیت صفحه 3. این بار سوال شماره 3. سوال به شما گفته که مجموع عددهای دو رقمی و زوج اول را بنویسید. خب عددهای دو رقمی باشه و زوج اول. الان شما متوجه میشید که ما عدد دو رقمی نداریم که زوج هم باشه و اول هم باشه. تنها عدد از زوجی که اول بود عدد 2 بود که اونم یک رقمیه. یعنی شما اگه عددتون دو رقمی باشه میشه گفتش که اون عدد دو رقمیه خودش به 2 4 و 3 و 5 و اینا بخش پذیره. مثلا یه عدد دو رقمی زوج با هم مثال بزنیم 10 کجاش اوله؟ خودش به 2 5 تا میخوره که. بریم یه عدد زوج دو رقمی دیگه بگیم 12. خب اون به 2 میخوره که. بله 3 4 تا هم 12. مثلا بریم یه دو رقمی زوج دیگه بگیم مثلا 14. خب اونم به 2 میخوره. حالا هر چیزی که دو رقمی باشه به 2 میخوره، ولی اگه یک رقمی بود میشه. بس ما نداریم چیزی. یادتونه گفتم یک مجموعه داریم که توش هیچی نیست. اینو بعداً در ادامه میخونید که اسمش هست تهی. یعنی حالا من نتونستم برای ای عضوی پیدا کنم، اسمش شد توهی. و آن را ای بنامید که ما هم ای نامید. این مجموعه چند تا عضو داره؟ چند تا عضو پیدا کردیم ما؟ هیچ چی پیدا نکردیم که. پس میشه گفتش که توهیه. این هم توهی. و میشه گفتش که تعداد عضواش هم هیچیه. اگه ازتون پرسید چند تا عضو میگیم هیچ. مجموعه توهی بهش گفته میشه. مجموعه توهی مجموعه‌ای که هیچ عضوی توش نداره و تعداد عضواش هم صفره. همونطوری. بس بریم سراغ فعالیت صفحه 4. دوستان فعالیت صفحه 4 رو بیارین ببینید که ما تو صفحه 4 فعالیتی داریم که البته این داخل کتاب هست. این نمادی که پرش برده از صفحه کتابتونه. اگر در مجموعه عضوی وجود نداشته باشد دقت کنید، نداشته باشد یعنی توش خالی باشه، مثلا این سری قبلی که رفتیم هیچی نتونستیم پیدا کنیم، توش هیچی نباشه، اون مجموعه اسمش رو میذاریم چی؟ توهی. که با نماد دو تا نماد نشون. یکی اینجوری که بارها دیدید یعنی توش خالیه. نماد دومش این شکلیه توهی. یعنی توهی رو ممکنه به شکل یک دایره که یه خط هم روش میکشن مشخص کنن. یادتون باشه که توهی دو مدل داره همیشه. ولی اینو توی این بنویسیم غلطه. یعنی اینجوری باشه این غلط. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه نبایستی داخل خود عرضم به حضورتون نبایستی داخل خود پرانتز یه چیزی نوشته بشه. اگه اینو بذاریم داخل این غلط میشه. بایستی در واقع همون باشه، یعنی همون حالتی باشه که توش خالی باشه. حتی اگه توش صفر هم بذاریم غلطه، چون صفر به عنوان یک عضو. هیچ وقت نگید که مجموعه صفر توییه هیچ چی توش نیست. صفر الان اینجا یک عضو. الان این سوالو بپرسم چند تا عضو داره، شما باید بگین یه دونه عضو داره. خب اون چه جور توییه که یه دونه عضو داره؟ نمیشه که. پس هر کدوم از اینها داره یک عضو هستن، این دوتا، یعنی اینم یک عضو داره اینم یک عضو. پس به خاطر همین به اینا نمیشه گفت تویی. ما به چیزی میگیم تویی که هیچ چی دیگه توش نباشه، یا این شکلی مشخص شده باشه یا به صورت یک دایره که یه خط روش میکشن. نماد تویی به این شکل. خب ببینید دوستان، ما یه توضیحات خیلی جالبی داریم در این قضیه. کدومی که از عبارت‌های زیر گفته مجموعه تویی رو مشخص میکنه. یعنی ما بریم سوال حل بکنیم، هیچ چی نتونیم پیدا بکنیم، اسمشو بذاریم تویی. اگه هیچ چی نتونستیم پیدا کنیم. سوال اول، عددهای طبیعی بین 5 و 6. عدد طبیعی که اما اول سوالم من اول درسم گفتم که مثلا بین 5 تا 6 میتونیم عدد پیدا کنه. اصلا عدد طبیعی هم نمیشه. اصلا شما 4 5 خورده ای که نمیتونیم بگید که عدد طبیعی، یعنی هیچ چی نمیشه پیدا کرد. پس میتونیم بگیم که این یک مجموعه توییه. پس این یک مجموعه تویی حساب میشه. الف تویی، یا این شکلی مشخصش میکنم یا اینجوری. پس این شد تویی. من اینو رنگش کنم به خاطر اینکه شد تویی. بریم سراغ ب گفته که عددهای صحیح بین -1 تا 1. بین -1 تا 1 یه دونه عدد که میشه پیدا کرد. اون عدد چنده؟ صفره. صفر هم بذاریم داخلی. همین الان این بالا گفتم اگه صفر هم توش باشه اون دیگه تویی نیست، اون چون دیگه عضو داره برای خودش. پس این دیگه تویی محسوب نمیشه. بریم قسمت جیم. عددهای اول و زوج.
چند دقیقه پیش گفتم که اگه یه عدد اول زوج میخواین فقط عدد 2. تو هفتم اگه یادتون باشه یه جا خالی به شما داده بودم تنها عدد اول زوج رو نام ببرید که میشد عدد 2. این عدد 2 جوابشه. خب وقتی که 2 جواب داره من که نمیتونم بگم توهی، این دیگه توهی نیست. پس به این ترتیب میشه گفتش که این دیگه توهی محسوب نمیشه. عدد طبیعی یک رقمی و مضرب 3 که اول باشن. دوستان عددهایی که مضرب 3 هستن مثل 3 1 3 تا، 3 2 تا 6 تا، 3 3 تا 9 تا. کدوم یکی از این حرفایی که زدیم اول بود؟ فقط عدد 3 اول بود دیگه، چون 3 2 تا که میشه 6 تا، 6 که اول نیست، خودش به 2 3 تا بخش پذیره. 3 3 تا میشه 9 تا، خب 9 که عدد اول نیست، خودش به 3 3 تا بخش پذیره. فقط 3 1 خوب بود که میشه عدد اول، یعنی این. حالا این که میشه الان این قسمت، خب و این نشون دهنده اینه که یه عضو پیدا شد. پس یه عضو پیدا شد، این دیگه مجموعه ما توهی نیستش و میشه گفت این توهی نیست. تنها مجموعه‌ای که تونست توهی باشه همون الف بود که شما میتونید براش تیک بزنید. چرا بقیه نیست؟ بخاطر اینکه جواباشون رو من اینجا نوشتم، اگه نگاه کنی هر کدوم یه چیزی توش پیدا شده. یعنی قلابی که انداختی یه ماهی گرفته و یه دونه بالاخره یک اتفاق افتاده یه دونه رو پیدا کرده و اینا الان همشون توش عضو دارن. فقط تنها جایی که عضو نداشت میشه گفتش که همون الف بود. نوشتیم دیگه همزمان با من الفش با من تیک میخوره با من اساسش. 3 تا عبارت بنویسید که هر کدوم یک مجموعه توهی رو مشخص کنن. حالا میگه که شما 3 تا توهی رو مشخص کنید. کار در کلاس صفحه 4 و سوال 1. کار در کلاس صفحه 4 سوال 1. بعد میگه عبارت‌های خودتون با همکلاسیاتون مقایسه کنید. حالا شما همکلاسیاتون رو نمی‌بینین، من میگم بعدا شما حساب می‌کنید، بعدا یادداشت می‌کنید. دوستان اگه بگه که 3 تا عبارت بنویسید که مجموعه توهی رو مشخص کنه، من چند تا مثال آماده کردم. یکی از مثالا مثلا عددهای طبیعی بین 4 تا 5. بارها دیدید از این سوالا، اینو یادداشت کنین چون جواب کار در کلاس. عددهای بین 4 تا 5 بارها دیدید از اینایی که بینشون هیچی نیست ولی از شما میخواد چند تا عدد بگین، توهی حساب میشه. بین 4 تا 5 عددی وجود نداره و میشه گفتش که اون میشه توهی. عددهای طبیعی کوچکتر از 0. میدونستید که عددهای طبیعی از 1 شروع میشه. خب وقتی از 1 شروع بشه میره به بالا، بعد دیگه زیر 0 دیگه عدد طبیعی نداریم که. پس اینم میشه مجموعه توهی، از اونایی که نمیتونیم براش جواب پیدا کنیم و جوابمون خالی میمونه و بعدا اون وقت مثلا اونم میشه توهی. عددهای زوج اول 3 رقمی. ما تنها عدد زوج اولی که داریم عددش 1 رقمیه و اونم 2. اگر 3 رقمی باشه، مثلا عدد 3 رقمی زوج داشته باشیم مثلا 102 به 2 بخش پذیره دیگه. مثلا مثل 404 هم به 2 بخش پذیره. یعنی من میتونم به جرئت بگم که اگر هر عددی که زوج باشه به 2 بخش پذیره، به جز خود عدد 2 که زوجه و دیگه به خودش بخش پذیره، عدد اول محسوب میشه. پس این 3 تا مثالیه که میتونه برای شما تداعی کننده مثال توهی باشه. پس ما 3 تا مجموعه مثال زدیم که میتونه برای شما توهی باشه. همون کار در کلاس صفحه 4 رو ببینید دوستان. حالا میگه که 3 تا عبارت بنویسین که فقط یک عضو داشته باشه. یعنی با مجموعه باشه که فقط با یه دونه عضو. خب ما بعد عددهای مثالمون رو عوض کنیم. حالا عددهای طبیعی بین 4 تا 6. چرا من گفتم 4 تا 6؟ چون بینش 5 یه عدد میفته دیگه. بس این یه دونه عضو داره. بس گفتیم عدد طبیعی. شما هم میتونید همینجوری مثالای مختلف بنویسین، هاش فرقی نداره. پس یکی گفتیم عددهای طبیعی بین 4 تا 6 که 5 بیفته توش و بگیم یه دونه عضو پیدا شد. یه مثال دیگه، عددهای صحیح بین 7 تا 9. خب 7 اینم مثل قبلیه دیگه، بین 7 تا 9 یه عدد داره 8. پس میشه باز اینم گفتش که یک جواب داره. یعنی یه دونه عضو میشه براش داشته باشه. در ادامه عددهای اول زوج بارها امروز تکرار شد. تنها عدد اولی که زوج هست 2 هست و دیگه چیز دیگه هم نیست. پس یک عضو بیشتر نداره. به این ترتیب میشه تشخیص داد که این در واقع چیه دوستان؟ یک عدد اول زوج تک عضوی حساب میشه دیگه. پس اینم یک عضو محسوب شد. شما خودتون میتونید به صورت اختیاری این عددا رو عوض کنید، چیزی دیگه این مثال بزنید تو امتحان یا هر که تو سوالاتتون بود که این رو هم یادداشت بکنید. خب بس عددهای اول زوج که دیگه فکر نمی‌کنم مبحثی روی این قضیه مشکل داشته باشه دیگه، کسی دیگه نداره این چجوری حل میشه.
خب در ادامه همون کار در کلاس صفحه 4 رو ملاحظه بفرمایید. سوالی اینجا پرسیده که عبارت‌هایی که مجموعه رو مشخص می‌کنند علامت تیک و اونهایی که مجموعه رو مشخص نمی‌کنند علامت ضرب در بزنید با ذکر دلیل. دوستان سوال اول 4 تا عدد فرد متوالی، یعنی 4 تا عدد فرد پشت سر هم بگین. شما یه دونه بگو، شما اینجا هستین، 4 تا عدد فرد پشت سر هم بگو. خب 3 5 7 4 تا دیگه 9 3 5 7 9 رو گفتم. ممکنه من بخوام جواب بدم میگم 1 3 5 7. یادتونه که ما همین بحث رو داشتیم سر اینکه مجموعه هست یا نیست. الان ما با هم به تضاد رسیدیم. پس میتونیم بگیم که این مجموعه نیست. دوستان الف مجموعه نیست. علتش هم که دیدین چرا؟ گفتیم که هر کس ممکنه یک جواب داشته باشه. بریم سراغ سوال ب. گفته 3 تا عدد طبیعی زوج بگین، ولی این دفعه حواستون باشه از 2 شروع کنید. از 2 شروع کن 3 تا عدد زوج بگین. بله خود 2 4 6. خب من اگه منم بخوام بگم دیگه نمیام بگم 6 8 10. به خاطر چی؟ خاطر اینکه اصلا برای من قانون گذاشته که از 2 شروع کنم. پس هست. ما هم میگیم بخوایم بگیم میگیم 2 4 6. بریم در ادامه. عددهای اول کوچکتر از 20. عددهای اول کوچکتر از 20 دوستان یک مجموعه هست. چرا هست؟ اونجا پرسیده بود 2 تاشو بگین، اون 2 تا رو هر کسی اختیاری یه چیزی میگفت. ولی الان وقتی میگه کلشو بگین دیگه هر کی بخواد کلشو بگه کلشو میگه دیگه. عددهای اول کوچکتر از 20 همه ما میدونیم. چی هست؟ عدد اول کوچکتر از 1 کیچ. 2 اولین عدد زوج اوله. 2 3 5 7 بعد دیگه 9 که هیچی، 10 هم که هیچی، 11 13 دیگه 14 هیچی، 15 هم هیچی، 16 هم هیچی، 17 19. پس این شد عددهای اول که این دیگه چیز خاصی نداره دیگه. یعنی دقیقاً هر کسی بخواد بگه همینجوری میگه. بازم تاکید میکنم قبلا یه عدد شبیه همین داشتیم گفتیم نیست، بخاطر این گفت 2 تاشو بگید. 2 تا رو هر کسی میتونه یه چیزی بگه. یعنی وقتی میگه کلشو بگین دیگه 3 تا شهر ایران دیگه دوباره شروع شد دیگه. هر کی شهر خودش رو میگه با شهرهایی که رفته و نرفته و همه رو هم میگه. پس اینم دیگه نمیتونه مجموعه باشه. به خاطر اینکه تو تدریس ساعت قبلی هم گفتیم که نیست. شمارنده های عدد 24 دوستان شمارنده عدد 24 هست. به خاطر اینکه همه میدونین که شمارنده یعنی مقسوم علیه. شمارنده 24 مثلا 1 و 24 از اون ور 2 12 3 و 8 و بعدش هم 4 و 6. من فکر می‌کنم تو هفتم بهتون گفته بودم. پس به این ترتیب شمارنده عدد 24 میتونه یک مجموعه باشه. 5 تا عدد بزرگ. 5 تا عدد بزرگ هم ممکنه هر کسی یه جواب بده. مثلا یکی بگه 3000 خورده، یکی بگه 10000، یکی از نظرش وقتی مشخص نکرده که چه عددی باشه هر کسی یه جواب داره و ممکنه این مجموعه نباشه. و عددهای طبیعی بین 2 تا 3 ما گفته بودیم که بین 2 تا عدد وقتی هیچی نباشه میشه تویی و تویی هم یک مجموعه است دیگه. ما بارها گفتیم همه ما میخوایم جوابمون یکسان در بیاد میشه گفتش که تویی. این بعد تیک بخوره. این قسمتش شما به صورت تیک خورده در نظر داشته باشید. عددهای طبیعی بین 2 تا 3. این یک تیکر بودش میخوایم بعد یک بار دیگه ببینید دوستان الان عددهای طبیعی بین 2 تا 3 هم تیک میخوره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بین 2 تا 3 توهی میشه و اون موقع مثلا شما میدونید که توهی هم یک مجموعه محسوب میشه دیگه. پس به این ترتیب یعنی هیچیه دیگه توش خالیه. به این ترتیب میشه گفت جواب این هم آماده میشه. خب ما تدریس رو تا همینجا متوقف میکنیم. تا اینجا توضیحاتی که خدمتتون دادم امیدوارم یادداشت کرده باشین. میایم به سمت شما دوستان عزیز. من ضبط رو قطع میکنم و ان شاء الله ادامه تدریس رو در جلسات بعدی خدمت شما دوستان خواهیم بود. من